شاید همین حالا ناامید باشی، کلافه از تلاش هایی که نتیجه نداده. اما بگذار یک چیز ساده بگویم: هیچ کس وسط راحتی قهرمان نشده. ناامیدی زمان می آید که بین تلاش ما و نتیجه فاصله می افتد. ما کار می کنیم اما زود نتیجه می خواهیم. وقتی نتیجه نمی آید فکر می کنیم مشکل از ما است، در حالی که خیلی وقتها مشکل از زمان است، نه از تو. دانه وقتی زیر خاک می رود دیده نمی شود، اما آن لحظه مهمترین مرحله رشد اوست. زندگی تو هم همین طور است. وقتی دیده نمی شوی شاید دقیقاً در حال ریشه زدن باشی. خیلی ها قبل از موفقیت دقیقاً در همان نقطه ناامید شدند که فقط یک قدم تا نتیجه فاصله داشتند. آنها رفتند و دیگری که ادامه داد موفق شد. فرق برنده و بازنده در استعداد نیست، در همان یک قدم آخر است که بعضی‌ها کم می آورند. اگر خسته ای استراحت کن، اما کنار نکش. اگر شکست خوردی یاد بگیر، اما خودت را مقصر ندان. به خودت قول بده: من ناامید می شوم، می شکنم، اما هر بار دوباره شروع می کنم. و این یعنی قوی بودن.